الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکتان را برآورده گرداند و میلهای شما را، رغبتهای شما را به سوی دینش زیاد بگرداند و آن اجرها و پاداشهایی که در این گفتگوها، در این لحظه هایی که ما و شما میگوییم و گوش میاندازیم، خداوند در نامه اعمالمان نویسنده بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان بعد شنیدن این سؤالها توفیق عمل کردنش را بر یکایک ما نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، در نزد من یک چند سؤال هست منتظر جواب. خدا خواهد من بر شما اینها را جواب میگردانم. برادران عزیز و گرامی، سؤال اولی که نزد من هست آمده است که تخت شیطان در کجا قرار دارد و آیا یگان حدیثی در این باره هست یا نیست؟ برادران عزیز و گرامی، من یک کتاب مخصوص در پیش دارم که اصلا درباره دنیای جین و شیاطین صحبت میکنند که یک گویم عبارت اگر از اول بگیریم عبارت از 246 صحیفه عبارت است که همه این درباره همین دنیای جین و شیاطین صحبت میکنند که خیلی در اینجا معلومات های زیاده در اطراف عالم جین هست که ما برادران عزیز به آیت های قرآن ثابتن و حتی سوره مخصوص هم در قرآن به نام جین داریم که البته هر کسی که اگر گوید که مقصد همین جین ارزی وجود ندارد یا منکر این شود، برادران عزیز وای از دین خارج می شود، زیرا که در آیت های قرآن الله مهربان به سوی جین اشاره های دارد که جین ها هم رنگ انسان ها مکلفند. اونها مقصد مثل مردها، یعنی جنسی نرینه دارند، مادینه دارند، اینها هم تولد میکنند، اینها هم مسلمان دارند، غیر مسلمان دارند. از این لحاظ خدای مهربان در قرآن هم یعنی علت آفرینش انسان و جین چی گفت؟ گفت من انسان را و جین را آفریدم لیعبدون، تا مرا عبادت کنند. از این لحاظ برادران عزیز یعنی مقصد این عالم ارزی وجود دارد، انا فقط اینها را مقصد دایم از چشمای ما و شما پوشیده هست. حتی در حدیث ها دیدیم که هرگاهی که خروس اگر آواز کند شما دعا کنید که خروس ملائک را میبیند. هرگاهی که اگر سگ آواز بلند کرد یا خر آواز بلند کرد شما به سوی خداوند پناه طلب کنید که اینها جین را میبینند. زین لحاظ یعنی از چشمی فرزند آدم اینها پوشیده است. گاه می شود که انسان هم جین را ببیند، ولی این نه همه وقت این امکانات ها پیدا می شود. من در پیشم حتی حدیث داریم که امام مسلم آورده است برادران عزیز. پیامبر نازنین گفتند که ان الملائکه خلقوا من نور و ان الجن خلقوا من مارج من نار و ان آدم خلق من طین. پیامبر نازنین گفتند ملائکه ها که اینها فرق زیادی دارند، ملائک نمیخورد نمینوشد، نه اینها مقصد انا مردینه دارند نه زن دارند، در بین اینها این فقط کار ملائک این یاد الله مهربان است. میگه ملائکه ها را خداوند از نور آفریده است، از روشنایی.
ولی جین را من مارج من نار از شعله آتش آفریده است. و ان آدم خلق من طین، ولی انسان را خداوند از خاک آفریده است. زین لحاظ اینجا در آیت داریم در سوره کهف آیت 50 خداوند میگه که الا ابلیس کان من الجن، یعنی ابلیسی که میگیم، شیطانی که میگیم، ویم جین هست برادر عزیز. شیطان، ابلیس، وقتی قرآن در که نام اینها میرود، همه اینها مقصد از طایفه جینن. والجان من مارج من نار، در سوره الرحمن هم الله مهربان میگه ما مقصد جینها را از همون شعله آتش آفریدیم. و شیطان هم برادر عزیز، ابلیس هم از همین است. فقط در اینجا یک سخن علامه ابن تیمیه را صاحب این کتاب آورده است که گفته است شیطان گفته است اصل و پدر جین هست، یعنی پدر جین ها گفته است همین شیطان. وقتی نام شیطان می رود، یعنی همون شیطانی را که الله از درگاهش رانده کرد برای که فرزند آدم سجده نکرد، میگد این پدر همین جین ها انا همین ابلیس های، انا همین شیطان های. میگد همان طوری که آدم اصل و پدر بشر است، چیزی که حضرت آدم میگد پدر بشریت هست، همین شیطان میگه ابلیس هم پدر جین هاست برادر عزیز. اینجا در حدیث دیگری آورده است صاحب این کتاب که جناب امام طبرانی و امام حاکم و بیهقی و سند این حدیث صحیح میگن، میگد الجن ثلاثه اصناف، میگد جین سه گونه میشود. یطیر فی الهوا، یک قسمش در هوا هم دایم، جاشون دایم در آسمان پرواز دارن. و صنف حیات و کلاب، میگد صنف دویمش میگد نمین مارهایی که میبینین، سگهایی که میبینین، گاوهایی که میبینین، به این صورت هم میگد مقصد در زمین هستند. و صنف یحیلون و یدعنون، صنف سیمش یعنی سیم گروهش برادر عزیز در خانه ها سکونت میکنن. یعنی جین ها را به سه قسم تقسیم کرد. یک قسمش جای سکونت چون آسمان ده هست، در پرواز داریم. قسم دیگری اونها به شکل مارها، سگها، گاوها، اسبها تبدیل هستند و یک قسم دیگرش در خانه ها سکونت دارند. برای این است که پیامبر نازنین میگه در کدام خانه ای که اگر سوره بقره خوانده شود اونجا شیاطین برای خودش مسکن نمی سازد، خانه نمی سازد. زین لحاظ از این استفاده کنین. در خانه ها حاضر زپیس ها هم هستند، سوره بقره مانین. اگر خوش به حالتون که این قرآن کشاین شما و هر روز اگر سوره بقره بخوانین، در خانه شما شیطان مقصد جای نمیکنه. وقتی که شیطان در خانه جای کرد، بعد میبینین که انا همون جنجال ها، انا همون نافهمی ها، انا همون مقصد حقارت ها، انا همون نظام خانه گم شدن، همه از حساب همون میشد که در خانه شما اینا چیکار کردگن؟ خداشون جای کردگن. برای رفع اینا، برای دور کردن اینا هم بینین که چی هست؟ بینین پیامبر نازنین گفتن شما از سوره بقره خوانین، اینا از خانه هاتون بیرون میشوند. و اصلا جین ها هم مسلمان و غیر مسلمان میشوند. همون مسلمان هاش در جایهای پاکن، در جایهای تازه‌اند، ولی غیر مسلمانش در جایهای برادرای عزیز بسیار افلاس میشوند. برای این از دیدین که شما وقتی میگه حاجت خانه در آمدین، پیامبر میگه با پای چپ دروید و میگه وقتی در آمدین بگین اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم، یا اعوذ بالله من الخبث والخبائث، به سوی تو پناه طلب میکنم از شیطان هایی که نرن و از شیطان هایی که ماده هستند. یعنی اونها بیشتر در همین حاجت خانه ها، در جایی که بویناک، در جایی هایی که مثال همین غجدی بگیم یا موس پرتافته می شود، در اون جای ها برادر عزیز اینها یعنی برای خود جای میکنن. زین لحاظ
هر وقتایی که به نزد اینها به این چیزها که گذر کردین دویم پناه طلب کردنتون شما میتونین که گوین که خدای پناه طلب میکنم از جینها خواه نر باشن خواه ماده. برای همین یعنی برادرای این به خودش یگان تختی معین یگان شهری معین ندارد، بلکه آن چیزی را که گفتم فکر میکنم که شما انشاءالله برای سوال دادگیتون جوابش گرفتید.